سلام عمو ژرویس. لیندا عزیزم، من عموی بدی هستم که بیشتر به دیدنت نمیام. چه دختر ماهی هستی. خیلی متشکرم. امیدوارم کار اشتباهی نکرده باشم. من بی اجازه این کارو کردم، یعنی بچه‌ها اصرار کردن یه کارت رقص به اسمتون بگیرن. خیلی هم عالیه. پس اگه برید زیر حرف اول اسمتون بیستین مثل یه چمدون تنیسگاه راهن میقاپنتون. یه چمدون نو برات فرستادم. لیندا عزیزم، این افتخار رقصی که میگفتی با مادرت بود؟ نه یعنی هیچ وقت فکر نمی‌کردم که ممکنه. من برم. ولش کن دیگه مک برای. ببخشید بچه‌ها، من یه دور رفته بخشیدم به عمو یکی از بچه‌ها. حالا میخوام خودم برقصم. معذرت میخوام استاد. خواهش میکنم آقا، رو سریش اشکال نداره، فقط باید بگم من استاد نیستم. آقای مک‌بوای؟ بله خانم آندره. میخوام با من برقصید. چکرم خانم. ببخشید استاد. گفتم که من استاد نیستم. شما باید عموی ژرویس باشید. من سالی مک‌برایت هستم، هم اتاقی لیندا. فکر می‌کردم هم اتاقی. منظورتون اون لوبت زیباییه که رفت با برادرم برقصه؟ اسمش جولیاندرا است. هم اتاقی سومی ما. صحیح. خب می‌خوایم بریم وسط برقصیم؟ باشه. البته اگه نمیتونید با این آهنگ برقصید میذاریم دور بعد. خب سعی خودم میکنم. خوبه. شما خوبی رقصید. متشکرم. پس معلومه کلاسایی که رفتم هم بی فایده‌ام نبودم. هفته پیش رقص اسپانیولی یادم زدم. مثل اینکه آقای مک‌برایت حسابی داره خانم جولیاندرا رو برده. دلشو برده. اون خودش الان خوشبخت‌ترین مرد رو زمین میدونه. جولی هم همین احساسو به اون داره. اگه نداشته باشه احمقه.